السلام علیکم خانم عزیز سلام خانم فرموشین درباره چی گفتین غم ما در همین که غم نخور که غم تو رو میخوره همین غم و غصه که به سر انسان آمد کن داره تست پس سر کرده برای پیشروی حیات آدم باید کوشش کنه ببینید به سر من چقدر غم اومده لیکن من فقط به پیش حرکت کردم به پیش زندگی به پیش میشه برای کسب هنرگیری هم هست چی مشکلی که نامد مشکلی رو میگه خدا ما را صبر ده میگم که این لله و انا الیه راجعون به پیش میریم که نزدیک دست میتیم میسو خودمون یک مشکل میبینیم یک بیمار میشیم توبت میکنیم شروع میبینیم میخزیم قدم میزنیم پیش میریم چون کودک میغلطه میخزه برو میگرده بالا خود کودک را گردان میشیم پس کودک یک بار گردان نمیشه که همین خلاصه برای شما فکر کنید کودک یک بار یک خستگی جرا میگرده نی یعنی انسان همین خلا انسان در یک بار تیم یک بار کور داره نمیگیره پس همه کار هم خدا در حیات یکم کو یک بار برای خستگی نیست یک بار برای خستگی نیست کور انسان حرکت میکنه بعد قرار میگیره ما در همون چیز داد وقتی وینرژیست سپردن ده دو بار سپردگی وینرژیست برای که بار سپردیم سروکی پاسپورت دخترچم کم بود نشد و بودیم بار سپردیم ما نشد که بگم که خیلی نشد نه نمیسپرم یا بود نشد دیگه نمیسپرم دیم بار سپردیم شد برای همین که جدا دو بار کوردم برای میگه سه این بار اینا در گراژانس 4 بار ما رفتم 4 بار قبول نکردن ده هر بار یک چی میوان یک переводе اینست печати اینست این справка باید باشه ای باشه 4 بار ما رفتم رژانس رو قبول نکردیم برای همین میگه که نوبه نباید شده گفتش ایام هر شام که آیا سپسی آن سحری است برای که با زندگی به پیش حرکت باید کنیم به پیش میگیم به گپ قطعی نه با عمل باید هیچ کنیم نشان دهیم به آدما که به پیش رفتن چیه ما به پیش رفتن آدما رو نشان دادم در حیاتم که مثلا خواندن در کار دیپلم گرفتم یک کم کار کردم فعالیت کردم دیدیم دیپلم گرفتم کار فعالیت کردم اینا سیم شون گفتن شما قطعی کار فعالیت کردم من در دکتری خواندم کار نکردم معنی نداره که من در هیچ کجا گردی گپ نزنم این شما قطعی گپ میزنم همین کاره و شما معلومات میتیم معلومات طبی همین کاری ما هست بله کاری به پول میگم این اینترنت لیکن یار دنیا با امید شیطان برای همین نیم کارش شما قطعی کار کردم معلومات نیستم معلومات طبی هم هسته چه دانشجو درس میده که من شما درس طبی قطعی خبر میدم معلومات مفید زنده سلامت شما به سلامت شما همین کاری ما کوشش